بچه چونی برای چی ما رو کاور ندادی رفتی؟ من الان اعصابم خورد ناموسن. تو گو خوردی اصلا پیش ما فرار کردی تو نموندی. چرا کسکش؟ من نموندم چونی کمیسر رو چجوری زدم بعد؟ ببند دهنتو، برو گم ببند شو. دهنتو، گوه اضافه نخو بچه کونی. رفتی اونجا به انمی کون دادی، حالا تقصیر ما. اون کمیسر هم که اصلا قبلش هی دور میزد انقدر لفتش دادیم. من که تو ماشین رو دیدم که چون تو پاره کرده داری فشار میخوری؟ صدا کیری تو عوض نکن، کیر تو اون دهن کونید. میگیرم میکنم تا کیر خر، بچه کونی کسکش بیمزه. صبح بری پزشخانه نفهمم خر گاییدت یا انسان. چرا صحبت نمی کنی؟ الان چرا صحبت نمی کنی؟ کونی لالی؟ کسکش خر؟ کونی اون اسمته، جواب ابلهانم خاموشیه و یه کیر تو دهن. یعنی چی جواب ابله؟ یادته پسره رو؟ آره آره یادته؟ اشیا. دارم خواهر بودم ری آره یادش بخیر آره خواهر یادش بودم. بخیر کونده رو. آره. بابا کسکش بوی راسوی مرده کونی رو میداد به قرآن. یادته انگار ناموسه؟ خود راسوه رو یه بار کردن تو کون، یه دونه به راسوی دیگه در قرآن آوردن. یارو اشتها کسکش خودمون اصلا دوتا، ولش کن بابا. چه نوکرتم خبر؟ داداش جان منی فدات شد. چه خبر خوبی میزنی؟ قربونت برم. آره. من نوکر ببین حواس پشت